درود. با برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی من طاهری سفر در خدمت شما هستم. امروز جمعه 9 اوگوست است. در ابتدا سرخط خبرها. دادستان کل تاجیکستان پس از سکوتی دراز درباره بازداشت سیاستمداران شناخته صحبت کرد. از خیانت گفت ولی جزئیات نداد. بیشتر از 120 میلیون سامانی وزارت دفاع و حق حلال سربازان تاجیک را به جیبشان زدند. جزئیات دزدی پولهای وزارت دفاع. 52 نفر شخصان مسئول که دست به تصرف مبلغ‌های بودجتی در ساختار وزارت دفاع داشتند و جوابگر جنایتکار شدند. عملیات مشترک مقامات یکاترینبورگ و یا غارت مالی تاجران مهاجر در روز روشن و در پیش چشم مردم. پس از سکوت طولانی دادستان کل تاجیکستان قضیه بازداشت چندی از سیاستمداران شناخته را شرح داد. از جمله بازداشت اکبرشاه اسکندرف، یکی از رهبران سابق تاجیکستان، شاکرجان حکیموف حقوقدان شناخته، همراهخان ظریفی وزیر سابق و خبرنگار احمدشاه کامل را که تابستان امسال دستگیر شدند و کسی نمیگفت که چه گناه کردند و چرا دستگیر شدند. گزارش برات یوسفی و ارشاد سلیمانی در همین باره است و مشکلات فنی دارد که به عیب رادیو آزادی نیست. دادستانی کل تاجیکستان خبرهای دریافتی رادیو آزادی در مورد بازداشت شماری از چهره‌های شناخته و باز شدن پرونده جنایی علیه آنها را تصدیق کرد. او همچنین گفت که علیه اکبرشاه اسکندرف رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان، همراهخان ظریفی سابق وزیر کارهای خارجی تاجیکستان، شاکرجان حکیموف حقوقشناس معروف و معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و احمدشاه کاملزاده روزنامه‌نگار و معاون رئیس حزب دموکرات تاجیکستان نیز در دایره همین قضیه پرونده باز شده است و همه این پرونده ها با یکدیگر علاقمندی زیج دارند. این افراد در پیوند به قضیه سید جعفر عثمانزاده رئیس پیشین حزب دموکرات تاجیکستان و وکیل پارلمان که 12 می بازداشت و به تبادلات دولتی و غصب حاکمیت متهم می شود بازداشت شدند. و یک چند نفر دیگر پرونده جنایتی آغاز شدند از جانب پروکراتور گنرالی مورد تفتیش پیشکی قرار دارند. بنابر فاش نگردیدن سری تفتیشات من به شما یگان معلومات دادن نمیتوانم. دادستان کل افزود کسی که به دولت، به ملت، به پرزیدنت خیانت میکند در نزد قانون جواب میدهد، نوابسته به آنکه چی وظیفه دارد و در گذشته چی وظیفه را اشغال کرده بود. بازداشت این افراد در ماه ایون در پی نشر خبر رسمی در خبرگزاری خاور آغاز شد. دادستانی روز 14 ایون خبر داد که سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان و رهبر پیشین حزب دموکرات تاجیکستان که بیشتر به حمایت از حکومت نام برآورده بود، روز 12 ایون دستگیر شد. با پیشنهاد دادستانی کل روز 14 ایون وکیلان پارلمان او را از دخل ناپذیری وکیلی محروم کردند. یوسف رحمان عثمانزاده را به همکاری با رهبران سازمان ممنوع پیمان ملی تاجیکستان و برای مصلحت پیشکی جهت غصب حاکمیت دولتی در تاجیکستان متهم کرد. در روزهای بعدی افراد دیگر از جمله همراهخان ظریفی، اکبرشاه اسکندرف و احمدشاه کاملزاده به بازپرسی دعوت و بازداشت شدند. شاکرجان حکیموف روز جمعه 12 ایول به بازپرسی دعوت شد و از طرف مفتش به حبس کشیده شد. زیر مهر مخفی و بدون دادن جزئیات به نزدیکانشان و جامعه بررسی شدن قضیه را حامیان حقوق هر گونه شرح می‌دهند. بله، قانونگذاری تاجیکستان مقرر کرده است که در حالتهای ضروری بررسی تفتیشاتی پیشکی، رفت تفتیشاتی پیشکی باید مخفی کرده شود و تا اینکه با تفتیشات فشار آورده نشود، دلیل‌ها نابود کرده نشوند، فشار به شاهدان و دیگر اشتراکچیان مرافعه تفتیشات پیشکی آورده نشود. ولی خیلی که ما میبینیم این تجربه را تاجیکستان، مقامات قدرتی تاجیکستان بیشتر و بیشتر استفاده میبرند و خودی بیشتر استفاده بردن چنین طرز رفت تفتیشات پیشکی علل خصوص نسبت محبوسان سیاسی، نسبت نزدیکان آنها، نسبت مخالفان سیاسی حکومت یک بار دیگر من را به آن باور میکناند که چنین پرونده ها ساخته و بافته هستند، یگان دلیل واقعی ندارند. هنوز نظر خود بازداشت شده ها، نزدیکان و وکیلان دفاع آنها در مورد گفته های دادستان کل معلوم نیست. نزدیکان افراد بازداشت شده میگویند از روز بازداشت تاکنون موفق نشدند که آنها را ببینند. آنها میگویند اکثری وکیلان دفاع پیشنهاد را برای حمایت از حقوق و منفعت های نزدیکان بازداشت شدهشان به دوش نمیگیرند. تاکنون نه همه بازداشت شده ها وکیل دفاع دارند.
و در همین روز در دوشنبه مقامات تفتیشاتی جزئیات پرونده دزدی میلیون ها دلار از وزارت دفاع را آشکار کردند. حالا نه کمتر از 50 نفر باید برای از خود کردن بیشتر از 10 میلیون دلار جواب بگویند. برای به جیب خود زدن پولی که برای تامین سربازان و یا خرید مهمات جهت محافظت امنیتی تاجیکستان استفاده میشد. علیشیر ظریفی گزارش میدهد. تصرف بیش از 120 میلیون سومونی یا زیاده از 11 میلیون دلار آمریکایی در یک وزارت مهم تاجیکستان. در این نشست خبری اژانسی مبارزه با کورپسیا خبر اول همین بود. خبر درباره دزدی پولی زیاده که باید برای مثلا لباس سربازان و یا خرید مهمات برای امنیت کشور صرف میشد. از نتیجه نیروی فعالیت مالی خواجگی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان در مجموع 123 میلیون 972 هزار سومانی تصرف مبلغ پولی آشکار کرده شد و به لحظه امروزه 9 پرونده جنایتی قسم به سود عالی ارسال کرده شد و در از نتیجه 52 نفر شخصان مسئول که دست به تصرف مبلغ بودجتی در ساختار وزارت مدافع داشتند و جوابگوی جنایتی کشیده شده. پرونده جنایتی به سود ارسال گردید و قسم پرونده جنایتی عین زمان تاش پیشکی ادامه دارد. در دزدی 10 میلیون سومانی به گفته نمایندگان اژانسی به غیر از مسئولان وزارت دفاع، کارمندان دیگر اداره‌ها از قبیل پالات حساب و وزارت مالیه نیز دست داشتند. آنها را هم به جوابگری کشیدند. مقامات از این بیشتر نگفتند ولی افزودند که 93 میلیون سومانی را به بودجه برگرداندند. عاقبت بعد این دزدی‌ها را بیش از همه سربازان تاجیک و به قول خود مقامات حامیان وطن می‌بینند. به طور داخلدار تامینات نشود. اگر بین سربازان البته برای دسترسی خوراک‌ها از هم مناقشه میشد، چون که بعضی پرونده های جنایی که ما اشتراک کردگی سربازای کهنسالارتر پیشتر رفتگی یا همین سربازای جوان طلب میکنن که یا با خوراک خرند مجبور میکنن، بعد مبلغ از ویا میگیرن برای خریداری، مجبور میکنن که مبلغ فرستادن برای موزه خرید. والدیناشون مبلغ میفرستن برای موزه خرید، برای لباس خرید. اگر میخواد دزدی شود تا آخر بودجه رفته نرسد، اگر تامینات داروواری هم کم میشه برای سربازان. از خود کردن میلیون ها سومانی وزارت دفاع را یک نمونه دیگری فساد و رشوه‌خوری در تاجیکستان میدانند که به قول مقامات در همه جا ریشه پهن کرده است. سازمان شفافیت بین الملل ماه ینور امسال با نشر گزارش شاخص درک فساد تاجیکستان را در میان 180 کشور در جایگاه 162 قرار داد که یکی از زینه‌های پایین‌ترین به حساب می‌رود. در روسیه شیوه بازداشت گروه از مهاجران از آسیای مرکزی حتی خود مردم تهجایی را حیرت زده کرد و به خشم آورد. اختیاریان یک سازمان ملتگرا که در بازداشت مهاجران تاجیک هم شرکت کردند، بر راهگذران اجازه دادند مال و اموال مهاجران را غارت کنند. در این بین تعداد به حمایت مهاجران برخاستند. شعلای گلخواجه گزارش می‌دهد. باید زنها را مهمانداری کنیم. ما را فهمیدید؟ شما این میوه ها را خریدید یا آنها گفتند که به پول گرفته می توانید؟ با بازنشسته ها اجازه دادند. ما بازنشسته هستیم. گفتند که سوداگر گریخته است و نمیخواد در ارتش خدمت کند و یا در قید حربی خود را گذارد. یعنی از این معلوم می شود که او در اینجا غیر قانونی قرار داشته است. کی به شما اجازه داد؟ من دروژینیکو. در شهر یکاترینبورگ روسیه کارمندان پلیس همراه با اعضای گروه دروژینیکا یا خود گروه‌های نیمه نظامی ملتگرایان محلی مهاجرانی را که به سودای میوه و سبزیجات مشغول بودند بازداشت کردند. بعد این اختیاریان از سازمان روسکای ابشینه و یا جمعیت روس‌ها به راهگذران اجازه دادند که محصولات این مهاجران را از رفاه غارت کنند. خواهشمند میوه بی پول کم نبود. در این بین خبرنگاران و چند از سوداگران روسی که در محل رید قرار داشتند تلاش کردند از غارت مال مهاجران دفاع کنند. نوارها از تاراج نمودن مال مهاجران بازداشت شده را شبکه‌های اجتماعی روسیه نشر کردند.
پایگاه منطقوی 66 رو می‌نویسد تمام این مدت کارمندان پلیس در محل حادثه بودند و به غارت مال مهاجران هیچ دخالت نمی‌کردند. یکی از زن‌هایی که میوه‌ها را در خلطش می‌گذاشت گفت اگر دروژینیکو اجازه نمی‌دادند این کارا نمی‌کرد. گذشته از این زن افزود که پول میوه گرفته‌اش را دادنی نیست، زیرا به قبل او فروشندگان غیر قانونی سودا می‌کردند. به نوشته روزنامه‌نگار پایگاه A1 بعضی آدمان میوه و سبزیجات را با قوطی‌هایش می‌بردند. در همین حال زن‌های سالخورده‌ای که در نزدیکی گل می‌فروختند کوشش کردند محصولات را از تاجران محافظت کنند. پس از چند به آنها یک ساکن محلی همراه شد. زمانی که فروشنده با پلیس صحبت می‌کرد او تربوز و خربوزه‌های بی‌نظارت را به ماشین صاحبش برد. من از روی انسانگری این مال را به ماشین میبرم. تقریبا همه مال را غارت کرده بردم. شما هم غارت نکنید. ما به ماشین صاحبش بار میکنیم. دادر هیچ چیز را نرس. در این رید جنجالی طبق اطلاع پلیس 9 سوداگر دستگیر شدند. در بین آنها تنها یک نفر غیر قانونی بود و باش داشته است. باقی مانده قانونی سودا را ویران کردند. خود مهاجران بعد رهایی و فرآمدن از اتوبوس در صحبت با خبرنگار 66 رو گفتند به این گونه سنجش ها آرامانه مناسبت میکنند. معاون رئیس نویه ژلزدروژنی یکاترینبورگ دیمیتری پاگارلوف میگوید چنین ریدها بیشتر برگزار خواهند شد. ساکنان بارها عاید سودای غیرقانونی و حالت غیر سانیتری با ماموریت ناحیه شکایت کردند. ما برای جلوگیری از این قانونشکنی ها با کمیساریات حربی راسپوتربنادزور نظارت انداز رید میگذرانیم. نسبت همه پروتکل ها ترتیب داده شدند. حالا مسئله مصادره دلیل های شیعی را بررسی داریم. در همین حال ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه زیر قانون امضا گذاشت که مهاجران در روسیه را از حقوق‌های اساسی سیاسی محروم نموده نظارت مأموری پلیس را از بالای آنها جاری می‌کند. نیروهای امنیتی می‌توانند در دلخواه وقت به منزل مهاجران آمده آنها را تفتیش کنند. شهروندان خارجی عهده‌دار می‌شوند که ایدئولوژی دولتی را درباره به اصطلاح مبارزه بر ضد ملت‌گرایی، ساخته‌کاری تاریخ و غیره رعایت کنند. در نوبت خود مرزبانان روسیه در صورت احساس خطر تهدید احتمالی به امنیت دولت می توانند مهاجر را اجازه ورود به این کشور ندهند. در قانون در بخش مهاجرت تدابیر علاوه‌ای برای تأمین امنیت کشور وارد کرده شده است. از جمله مهلت بود و باش موقتی شهروندان از کشورهای بدون ویزا کم کرده می شود. طلبات رفتار شهروندان خارجی در قلمرو روسیه معین گردیده است. نسبت نفرانی که در روسیه غیر قانونی قرار دارند رژیم اخراج استفاده می شود. برای مهاجران قانونشکن فهرست مخصوص تشکیل می گردند. مهاجرانی که نامشان در فهرست مخصوص شامل می شود نمی توانند خانه یا ماشین بخرند، قرض بگیرند، با کسی عقد نکاح بندند و یا آزادانه در روسیه حرکت کنند. این و یک قطار محدودیت‌های دیگر بعد از 6 ماه نشر رسمی قانون اعتبار پیدا می کنند. اما مقررات درباره کاهش بود و باش بدون روادید از اول سال آینده به اجرا می درآید. ویکتور اسدین ورزشکار تاجیکستانی که زاده روسیه است در مسابقات گشتی آزاد در وزن تا 74 کیلو بر رقیبانش در المپیاد پیروز آمد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. او روز 9 آگوست در مرحله 1/8 نهایی رقیبش از یونان را با حساب 8-2 شکست داد و سپس در مرحله 4/1 نهایی لو فنگ گشتگیر چینی را به زمین زد و مایوس کرد. رقیب او در مرحله نیمه نهایی از ازبکستان رزنبک جمالوف است. ویکتور اسدین که زاده یاقوتستان روسیه می باشد ماه سپتامبر سال 2023 شهروندی تاجیکستان را هم به دست آورد و ماه فوریه سال 2024 قهرمان تاجیکستان در گشتی آزاد شد و قهرمان آسیا نیز هست. اخبار آزادی به پایان رسید. سپاسگزاریم که تا این لحظه ما را همراهی کردید. برای خواندن خبر و دیدن گزارش‌های بیشتر سری بزنید به وبسایت azadi.org و صفحه‌های ما در فیسبوک، اینستاگرام، ایکس و تیک تاک و ادناکلاسنیکی. اگر شما هم خبری دارید و می‌خواهید دیگران نیز بدانند به ما بفرستید، تحقیق می‌کنیم. اگر درست بود نشر می‌شود. روزهای استراحت خوش داشته باشید.